از درد کمر و گردن و شونه و روماتیسم و سیاتیک رنج میبری، برات یک دیکلوفناک طبیعی و گیاهی ولی بسیار مؤثر و قوی امروز آوردم. اون چیزی نیست جز دونه های کوچولوی هل. ولی لطفا اونطوری که من میگم حتما استفاده کن. این هلو به صورت پودر و یا خرد کرده درش بیار و هر روز دم کرده اونو میتونی تو چای و یا تو غذا بریزی و ازش استفاده بکنی. بعد از مدتی میبینی تمام این اسپازم ها و گرفتگی عضلانی شما خوب شده و از تمام دردها خلاص میشی. این دیکلوفناک کوچولو طبیعی و بسیار معجزه‌گر رو هیچ وقت فراموش نکن. حتما پیج من رو دنبال کن که بسیاری از این ترفندها به صورت رایگان در اختیارت قرار خواهد گرفت.